اگر که میخواین یک وسیله رو به صورت دو لایه بسته بندی بکنید، دقت بکنید که اگر مثلا سایز این بسته یا پوچ یا پاکت یا این رول 20 سانتی هست، باید از سایز دومی برای لایه دوم استفاده بکنید. اگر این 20 هست، لایه دوم 25 سانت و به همین ترتیب. اگر 5 هست، لایه اول، لایه دوم 7.5 یا 10، اگر 10 هست 15 و نمیتونیم ما لایه داخلی رو هیچ وقت تا بکنیم. پس حتما دقت بکنیم که در انتخاب سایز با توجه به اون حاشیه هایی که میخوایم و اون وسیله‌ای که میخوایم این انتخاب رو انجام بدیم. خب فرض بکنید که ما یک وصله مثلا این پاکت رو ایجاد کردیم، در یک طرف دوخت رو زدیم و اون وسیله فرضیمونه مثلا اینجا میذاریم، وسیله که مثال ما هست به همراه اندیکاتور داخلی با توجه به نوع فرایند و دوباره زیر دستگاه قرار میدیم با توجه به اون حاشیه دوختی که نیاز داریم. و دستگاه به شکل خودکار بعد از اون زمان تنظیمی فک رو به بالا برمیگردونه. خب ما دو تا سایز در واقع حاشیه دوخت رو زدیم تا یه بار دیگه روی این مسئله تاکید بکنیم که حاشیه دوخت که شما نیاز دارید از یک سمت لازم اونقدی کافی باشه که اون نفری که پک رو باز میکنه براش کافی باشه. این حاشیه دوخت الان زیاده، ما بیش از حد لازم زدیم برای اینکه بتونیم روی این مسئله صحبت بکنیم. یه همچین حاشیه دوختی واقعا نیاز نیست، باید انقدری باشه که کاربر بتونه به راحتی این رو باز بکنه و به نفر بعدی یا به در واقع قسمت بعدی، نقطه بعدی این رو به صورت استریل برسونه.